دوست عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال گیم رو. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو روی آل قرار بدید که هر ویدیویی میذارم اول نفر بشید میایید توی پیج منو ویدیو منو تماشا میکنید. باز اومدیم تو همین مپ به خاطر اینکه گل دادم این سری بریم آفرود بریم با این 4 صفحه. الان میخوایم بیلد آفرود روش پیاده کنیم و بریم آفرود بزنیم. بریم اول پیدا کنیم اون چیزا رو، مکانی که آفرود چیز میکردیم. اینا یادم رفت بگم، ببخشید به خاطر ویدیو قبلی که خیلی لگ داشت. بهتون گفتم بزنیدش دورتون تو کامنت ها ببینید. خیلی ویدیو قبلیمون لگ داشت به خاطر اینکه تو آپلود به مشکل خورد. اینترنتم چند موقع قطع شد وصل شد، بعد دیدم وحشتناک داره باگ میده. بازم میگم عذرخواهی میکنم به خاطر باگ ویدیو قبلی. دیگه این باگا رو چیز قرار نیست ببینید. این باگ به خاطر سیستمم نبود، به خاطر آپلود اشتباه ویدیو بود. خراب آپلودش کردم ویدیو رو به خاطر اون. حالا بریم ببینیم کجا بود، ببینیم مثلا پیداش میکنم اونجایی که آفرود داشتیم میرفتیم سری پیشو گیر کردیم با این 4 صفحه. ولی الان میخوام بیلد آفرود روش پیاده کنم، بریم با هم یه ذره آفرود پلی بدیم. بله آفرود رد کردیم. اصلا حواسم نیست به ویدیو و کجاست حواسم که فکر کنم رد کردیم. آره همینجاست دیگه. خب اینجا بیلد آفرود براتون میزنم و ویدیو رو من میزنم دورتون. اگه خواستید ویدیو رو نظرم دورتون حتما تو کامنت ها بنویسید. من گفتم شاید خوشتون نمیاد، ویدیو رو میزنم دورتون وقتی میخوام چیز کنم، تیورینگ رو شروع کنم. بریم بیلد آفرود بزنیم. ریمیکس بای دیجی صادق. تیورینگ این ماشین تموم شد. یه ذره ارتفاع ماشین رو گذاشتیم روی فرالی، یه ذره ارتفاع میره بالا برای اینکه لاستیکا جاش هستن. رخ جلوی ماشین جنگی، جلو پنجره نداره، یه چراغ نداره، به جاش کیت مکش زده بیرون. کیت مک واقعا اینا تو این بازی مثلا این سبکسازی تو این بازی واقعا جواب میده. ببخشید این لرزید نیست، این سبکسازی روی بازی واقعا جواب میده. مثلا اینم برداشتیم روش سبکسازی حساب شده جواب داده. اینم الان باد میخوره بهش. خوبه توربو قوی ترین توربو رو انداختیم روش که بریم با هم ببینیم این بازی چه جوریه. بریم با هم ببینیم چه شکلی شده. بله میخوره قشنگ اینجا. گفتم میخوره و رید. ببینیم چی کار میکنم. اونجایی که رد میکنم رد نمیکرد واقعا ناراحت میشدم. اصل کاری اینجایی که سری پیش اومدیم و گیر کردیم ناجوری با سرعت نه با سرعت میرفتم. گفتم با سرعت ببین که رد کنه، ولی با این لاستیک های ذره فرمون دادن سخت بود. لاستیک خیلی بزرگه. اون که بهتون گل دادم اومدیم واقعا با 4 صفحه افتاد. حالا کسی دیگه با 4 صفحه بیاد شد. میبینی یه ذره فنر صفر شده که عمل کرده. بکش آفرین. داشت میرفت و یه ثانیه مکس کردم رید. داره میره. چرا دنده ای خدا دنده چرا ندادم. بریم از اول بریم. داشت میرفت و اینجا گیر کرد. احساس میکنم که گیر کردیم ناجو. دور بزن آفرین. این مثلا گیر نکنم. بک فایرهای ماشین رو میدید رک باری بک میده. نابود شد احساس کردم. خیلی پیش تو میزن.
یه ریستش کنیم. یه کاتاف که قدرت ماشین بیشتر شه برای کشتن بالا. داره خیلی اینجا بد میاد. با سنگ چی میگه اینجا آخه. داشتم دنده بده دنده رفت واقعا اینجا رفت، یعنی همه جا رو میده. خیلی خوب عمل کردش، واقعا خیلی خوب بود برای این سری بیش یادتونه دیگه اومدیم هرچی تلاش زدم موندون چون راه نرفت. میریم ادامه جارم میتونه رد کنم جایی که دیگه میخوره، اینجا آب خوردنه براش. بایسید جایی که میرینم مثلا رد کنم شر بگیرم. یه جایی از لنگوروس فکر نکنم اونو رد کنیم. بریم این جلو. قبلش اومده این مپای ذره گشتم این داره ببینیم چیا داره چجوری اصلا خوبه برای افتاد. دیدم آره خیلی عالی. یه جاش هست اگه اینجا باشه، نیفته رید دنده عقب میگیره. حالا داشت دنده عقب بگیر دیگه. چرا باید این دوشه به زورم باید بریم بالا. فکر نکنم بریم دوستان. من این ماشین میارم بالا باید ویدیو رو چیز میکنم دوستان. آوردمش بالاخره بالا نیمد، یعنی بالا نیم. سیستم هم کرش کرد. از اول اومدم تو دیدم همه چی پریده. 405 رو اصلا نگم دوستان 405 رو از اول باز چیدم. از اول باز اومدم اینجا یه بار دیگه هم خونده نیم ساعت دنی دارم این کار میکنم. اینجا رو داشتم بهتون میگفتم یه جاده هست میگم لنگوروس فکر نکنم بره بالا از این جاده، ولی من میخوام تست کنم ببینم 405 که ما درست کردیم میره. گیر کردم این اولش هم نقب نمیگیره. اصلا یه داستانی شد برای ما. یه افتادم پایین سیستم هم کرش کردیم اینقدر این برش کردم 405 نیمت بالا. یه ذره خط سخته. فکر نکنم بره. فکر نکنم چه 100% که نمیره. هم وقتی ما طرف میبریم برای جای دیگه. من گفتم من اصلا برای اینجا آماده کرده بودم 4000. یه مود لنگوروس می‌نویسم انشالله تو پارت بعدی یا میایم اینجا رو میایم بالا. تو کامنت حتما بنویسید با چه ماشینی میایم. خب راه سختی در پیش داریم با این 405. یه ذره آروم میریم که دیگه ایمان باز ریدم گفتم رفت. ویسید با روش های دستی درش بریم تا بیشتر از این ریده نشدم. احساس کنم داره میره. روش های دستی میریمش تو جاده. خب دیگه چجوری درش آوردم. بریم پایین. اصلا ایراد نگیره خدا بگیره اونجا دیگه نمیشه با رانندگی دارم. جادهش هم خیسه سر میخوره لاستیک و ترمز هم دیگه نمیگیره. نسید ایوای من بعضی جا رو اصلا نمیکشه. مثلا ماشین آفرود توشش آفروده. ماشین غیر آفرود بیم آفرود خیلی فعلا لاستیکاش آفرود انداختیم. موتورم اونجا دمنج دید اما ولش به درک سپر جلو هم احساس میکنم خرش شده. دو ست خط افتاده و اینجا زده زردش کرده اونجا. ببینیم چجوریه. یعنی میتونیم برسیم تاش. نگاه کنید یا اینجا یه ذره احساس میکنم جاده خطرناک است. بله افتاد میجاده نره از این پیش پایین.
شانسمو دیدی اصلا میبینی ماشین سر میخوره، ولی خب بس افتادیم تو همین جاده احساس میکنم. اون جاده است یا نه رو نمیدونم، ولی هم جاده است دیگه. ایراد نگیرید از رانندگیم دیگه. نگاه کن من هیچی نمیبینم اینجا رو برویم به فکر کنم ادامه. فکر کنم قبل هم فکر کنم همونجا داشت. نه فکر کنم این درخته اینجا نبود. باز بریم. میدونم این جاده سخت‌تره یه ذره، ماشین چون نمیکشه. بسید ریست موتورش هم تمنجی داریم. بله خیلی جاده سخت داره، ماشین نمیره داداش. اولشی به خدا بکش 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 بکش. کشید میکشه مواد دیگه بکشه. یا اینجا نمیتونست رد کنن، اینجا سر بالایه. باز بده بگاز، باز بده دیگه. رد کن رد کن. من نمیخوام از اول میام. اصلا در نمیاد. بایستید چیز اون روش های دستو. خب دستو بعد شد که بریم پایین دور بزنیم، یه تیکه بالا رد کنیم دیگه. ویدیو رو خسته شدم، خیلی عذاب دارم میکشم برای این 450 آفروده به قول خودمون، نیم آفرود. نگاه کن لاستیکو، نگاه لاستیک داره بالبال میده. با اینجا الان چرا گیر کردی؟ بکش دیگه. میگم بکش مواد. ریدم بهت. برو. اینجا استاپ میکنیم، موتور استراحت کنه، یه ریست میکنه، موتور خیلی استراحت کنه. اینطوری یه گاز میدیم به ماشین. برو نرفت. فیلش کنید. ممنون از شما که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لطفاً اون دکمه لایک رو بزنید، کانال رو سابسکرایب کنید، دیگه چیز زنگوله بغلش رو آخر بدید، یه کامنت هم برای من بذارید، کامنت فارسی انگلیسی هر چی دوست دارید بذارید برام. ممنون که اگه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید یه کامنت قلب بذارید تو، یه کامنت بذارید دیگه، فرقی نداره. اگه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید یه کامنت قلب قرمز بذارید تو کامنت ها. تا ویدیو بعدی بدرود.